سپس عبدالمحسن ابن قاسم حفظه الله تعالی میگوید که الصبر فی طلب العلم، صبر نمودن در طلب علم. خصوصیت دیگری که طالب علم باید در خود داشته باشد صبر نمودن در طلب علم. طالب العلم یبذل وسعه فی طلب العلم، طالب علم باید در راه طلب علم زحمت و رنج بکشد. کما بذل علماء الاوائل، چگونه که چطوره که علماهای پیشینیان برای به دست آوردن علم زحمت کشیدن و به ما این علم رو رسانیدن، چون آنها جد و جهد داشتن، کوشش داشتن. و شیخ میفرماید که مما یذکر عن بعضهم، چگونه که از بعض از آنها ذکر می شود، مما لاقوه من مشاقی، چگونه که میگه در راه علم از آنها ذکر می شود چگونه مشقت های رو در راه طلب علم دیدن کشیدن. ما یأتی، اون چیزی که می آید. ابو حاتم رازی ذکر می شود که آن راههای خیلی زیاد رو از برای طلب علم طی میکرد. او مسافه زیاده از 4280 کیلومتر رو خود حساب کرده است. سپس دیگر حسابش رو قطع کرد. شهرها رو از برای طلب علم طی میکرد. در آن زمان با پیاده فاصله های زیادی رو بین شهر و شهر طی میکردند. گفتم میشه که 5585 کیلومتر طی کرده است و ذکر شده است که زیاده از 13865 کیلومتر رو برای طلب علم پای پیاده طی کرده است. و خود سفرهایش رو چنین وصف میکنند و میفرماید که سال اول که برای طلب علم حدیث بیرون شدم 7 سال حساب میکردم. 7 سال که با پایم راه میرفتم. میگه که 180,000 فرسخ راه رفتم. دیگه پس دیگه از شمردن خسته شدم و ترکش کردم، دیگه حساب نکردم. میفرماید که از جرجر که خزاعه است از حجاز تا مصر پیاده رفته است، سپس به رمله، سپس به دمشق، سپس به انطالیا، سپس به ترتوس، سپس به حمص برگشت. از آنجا به رقه رفت، سپس از آنجا به عراق رفت که همه این سالها برای انسان لازم است که سفربر شود. امام بخاری رحمت الله علیه میگوید که به نزد آدم ابن ابی ایاس رفتم، دیر کردم و نفقه من تمام شده بود، پولش تمام شد. تا آنجایی که 2 روز بود که من چیزی نخورده بودم، پولش تمام شد. در طلب علم است. 2 روز میگه من چیزی نخوردم و هیچ کس رو نمیشناختم که نزد او بروم. میگه صاحب خانه‌ای که در آن بود میگه من رو ندید و روز سوم میگه نزد او رفتم و با او گفتم، حال خود رو با او گفتم. پس برای من 1 دینار داد میگوید و گفت که به نفس خود اعتماد کن. ابو حاتم رازی میگوید که در حالی که 23 ساله بودم 8 ماه به بصره رفتم. در بصره 8 ماه ماندم و میگه در نفسم قرار داده بودم که 1 سال بمونم، اما میگه نفقه‌ام تمام شد در مدت این 8 ماه تا جایی که مجبور شدم که لباسهایم را بفروشم. میگه تا آن جایی را که بی لباس ماندم، لباسهایم را فروختم از برای در راه طلب علم تا که نفقه نمیام، طلب علم نمیام. زهری انصاری میگه که در دیارم بیرون شدم هنگامی که جوان بودم و خود را از هر چیز از امرهای دنیا دور کردم و به چیزی از امرهای دنیا دل نبستم، بلکه میگه قلبم رو تنها به حفظ علم، آموزش علم مشغول گرداندم. چنان خود رو به حفظ علم، آموزش علم مشغول گرداندم که در مسجدها دائم گرسنه بودم. دائما در مسجدها گرسنه میگشتم و وقتی شبانه میشد باز جای یک بیزات میگن، جایی که در اون طعام پخته میشود، میگه به همون جا میرفتم و هرچی از پس مانده در آنجا اگر میافتم، در این آشپزخانه از گرد دیگها از زمین میشستم، میگه آن را میخوردم. میگه آنچه که میافتم از نان دهم پستر بود، نان خوبتر بود یعنی، ولیکن در آن صبر میکردم. میفرماید که سالها در چنین حالت بودم. از امام احمد روایت شده است که در نزد یک نانپز در یمن کار میکرد تا از او رزق بگیرد، طعام بگیرد. میگه که امام احمد پایافزال خود رو در نزد یکی از نانبای خانه ها در قرض گذاشت، در گرو گذاشت تا اینکه طعام بدهد امین نانپز خانه برای نان بدهد و از آن نان بخورد و طلب علم خود را انجام بدهد. پایافزال های خود را و خود را، نفس خود را از مردم و از زیبایی های مردم دور قرار داد. و در ترجمه امام بخاری از عمرو ابن حفص اشقر گفته است که ما با محمد ابن اسماعیل بخاری در بصره بودیم حدیث می نوشتیم نکتب الحدیث. میگوید ما روزهای امام بخاری را گم کردیم، نیافتیمش و در پی جستجوی او برآمدیم و بخاری را در خانه اش یافتیم. امام بخاری در خانه یافتیم در حالی که عریان بود، بی لباس بود. بعد درسته که آن چیزی که در نزد او بود هر چیزش تمام شد.
چیزی از او باقی نموند. حتی لباسهای خود را فروخت برای طلب علم. چند روز ما او را گم کردیم. از پای جستجویش رفتیم کجا شد امام بخاری؟ در خانه‌اش او را بی لباس دیدیم. وقتی او را بی لباس دیدیم در خانه‌اش، میگم ما جمع کردیم، با همه کسا پول جمع کردیم برای وی، برای امام بخاری. میگه درهم‌ها جمع کردیم برای امام بخاری تا که برای وی را لباس بخریم و طعام و شراب همچنین، تا که با همراه ما از برای کتابت حدیث بیاید. در حالی که در یمن بود. حافظ ابن کثیر میگوید که از امام احمد سرقت ثيابه، لباسهایش دزدیده شد. در یمن بود، لباسهایش دزدیده شد و در خانه‌اش نشست و درش تک تک شد. هنگامی که لباسهایش دزدیده شد که در یمن بود، در خانه خود نشست دیگر و در خود رو بست، دیگر لباس نداشت. وقتی که یارانش ابن کثیر رو گم کردن، به نزدش آمدن، از او پرسیدن کجاست؟ نزد او آمدن و از حالش پرسیدن و ابن کثیر آنها را از خانه بیرون کرد، دور کرد و این یارانش از حالش پی بردن، حالش رو فهمیدن. با او طلا پیشنهاد کردن، قبول نکرد. فقط یک دینار را گرفت که با همون دینار حاجتمندیش رو بخرد و از پای تعلیماتش بشود. پس علماها چنین مشقت و چنین رنجی رو میبردن در بیان اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی. پس این از این سلف صالح رحمت الله علیه که این روزها در عرصه جهان نمی آنها پیروز میدرخشد. علم را برای ما آورده رساندن و همین قدر این علم را دانستن در کار است، با آموزش، با خوانش، با تعلیم گرفتن که برای یک مسئله عمر خود رو سپری میکردن، شهر به شهر پیاده مسافت را طی میکردن. چون علم به راحت به دست نمیاد، علم به مشقت، مشکل ها، صبر، حتی جوانی خود در اینجا صرف نمودن تا که به دست آوردن علم. به نزد استاد میرفت، دیر میمون، نفقه تمام میشد، گرسنگی رو برداشت میکرد، اما علم رو ترک نمیکرد تا طلب علمش سست نشود و این راه را خاتمه ندهد. گاهی میشود که طلب علم بین راحت و بین مشقت انسان اختیار قرار میگیرد. یا راحت رو انتخاب نمایی، طلب علم ترک مینمایی، یا مشقت رو انتخاب نمایی، طلب علم مینمایی. همین است که بیشتر از مردم راحت رو انتخاب نمایند، طلب علم رو ترک مینمایند. نفس است که عیش و ناز میکند، ولی این رو بستن در کار. در ایام جوانی دنیا رو پشت سر میکردن، تمام دقت رو به علم میدادن. حتی در مسجدها گفتیم گرسنه نشستن، شبانگاه میرفتن از پای جستجوی طعام. شاید از در داخل دک چیزی مونده بود، شاید از دک غلطی چیزی مونده بود، گرفتن میشستن آن را تناول میکردن. پس در طلب علم باید انسان همت داشته باشد، شرم نداشته باشد، با کار حلال سبب ادامه کارش بگردد، طلب علمش بگردد.